چی دیگر دایره زدن چی نیست. برای من هزار رحمت به این فراست یاوری به این تربیت گرفته که دایم قدر ما را میداند، قدر خانه پروردگار داند و اهل نشست در شخصیت اهل نشست و هر یک کارمند رادیوی تاجیکستان که دل و جانم وطن من رادیوی تاجیکستان است، وطن من تلویزیون تاجیکستان است. من در اینجا دل ماندم، نخت جگر ماندم، همه چیزا یافتم از اینجا. برای من هیچ از تاجیکستان وطن من بودن، اینجا وطن من است. برای من از وطن کنده نکرده ایستادن، پروردگار هیچ وقت از وطن کنده نباشه. تمام آرزو امیدهایی که در دل داریم ادامه عمل بشن و یکایک قلم و دستان رادیوی تاجیکستان تمام کارهای عالمترین جهان را تمنا میکنند. گوش میکنم هر روز در ته دیگه شبکه ماندگیش اولاد دیگه شبکه، یعنی اگر بیا در اول میگیرش این طرف میمونم شبکه خدمت گوش میکنم. برای ما هر نفس با رادیوی و ایدی غلبه که همگی دو روز دیگر است، یک روز دیگر است، در تمام ساحه زندگی فاتح باشه، مظفر باشه، ظفریاب باشه. از خدای خودم امید و آرزو و طلب میکنم دست بر گریبان گرفته که میگفته همه در حق زندگی شما کار شما عملی گرداند. پروردگار گفته از الله سعادتمند، سربلند، صحتمند، سربلند. شبم رنگی سحر داد، مرا آینه دار آسمان کرد، مرا عشق تو در پیر جوان کرد. خوشا مهری که چون در من درخشید، جهان را با من از نو مهربان کرد. خوشا نوری که چون در اشک من تافت، نگاهم را پر از رنگین کمان کرد. هزاران یاد خوش را با هم آمیخت، مرا گنجینه یاد جهان کرد. غم تلخ مرا از دل بدر برد، تب شوقی تو را در من روان کرد. وزان تب آتش پنهان برافروخت، وزان تب آتش پنهان برافروخت، که شادی را به جانم ارمغان کرد. مرا عشق تو در پیر جوان کرد، دلم را در غریبی شادمان کرد. مرا با چون توی هم آشیان ساخت، تو را با چون من هم داستان کرد. گواه بهتر از حافظ ندارم که قولش این جهان را، که قولش این غزل را جاویدان کرد. شب تنهاییم در قصد جان بود، خیالت عالمی را بکران کرد. مرا عشق تو در پیری جوان کرد، دلم را در غریبی شادمان کرد. با افاق شبم رنگی سحر داد، مرا آینه دار آسمان کرد.